رفقا سلام، چطورین؟ ایشالا که در هر جایی که هستین حال دلتون عالی باشه و امروز همینطور که در صفحه میبینید اومدیم در پلتفرم توربو هاورلی که یه پلتفرم فوق‌العاده سرمایه‌گذاری هستش که ما میتونیم در این سایت سرمایه خود رو به اختیارشون بذاریم و یه درآمد عالی ساعتی داشته باشیم. ببینید بچه‌ها، قبلا که ما براتون سایت‌های مختلفی آموزش دادیم، سایت سالیترید، بیتیلاگ، هگزا ارن. امروز هم که در این ویدیو با پلتفرم توربو هاورلی شما رو آشنا میکنم که ببینید و با کارکرد این سایت یه آشنایی پیدا کنید. اگر دوست داشتین کار خود رو شروع کنید. خب رفقا، این پلتفرم توربو هاورلی خودم بررسی کردم، خودم کنترل کردم، سرمایه‌گذاری کردم، برداشت زدم. خداییش خیلی خوب کار کرده. تا اینجای کار هیچ مشکلی براش پیش نیومده و پرداخت‌های خود رو به موقع انجام میده. سود معقولی میده بچه‌ها. ببینید سایت‌هایی رو پیدا کنید در این عرصه سرمایه‌گذاری که سودش خوب باشه، معقول باشه، زیاد نباشه. یعنی سایت‌هایی که روزانه 20% 10% میدن 100% اسکم هستن. یعنی میرن پشت کاری خود و سرمایه شما رو دزدی میکنن، در کل کلاهبرداری میکنن. پلتفرم‌هایی پیدا کنید که با حداقل سرمایه‌گذاری یه پول خوبی براتون بده که معقول باشه و بتونید مدت زیادی باهاشون کار کنید. ببینید ما تو هگزایر کار میکنیم، مدتی میشه که این قسمت پلن اولش رو ببینید 0.5% میده برای 24 ساعت. پلن بیتیلاک رو ببینید، پلن های بیتیلاک که 8 است. اینجا از 0.75% شروع تا 5%، یعنی پلن آخریش 5%. سایت سالیتریت که پلن های 10 روزه داره، از 2% شروع تا 6%. و این توربو هاورلی که پلن هاش معقوله، 0.1% هر ساعت میده. ببینید یعنی شما اینجا چیزی که باید دقت کنید در مورد این سایت ها، مدت پلن ها چقدره، حداقل سرمایه گذاری چقدره و چقدر سود میده، اون درصدی سود. این سه چیز رو که بررسی کنید دیگه میتونید یه محاسبه کوچیک انجام بدین و کار خود رو شروع کنید. خب ببینید که در این پلتفرم هر ساعت سرمایه‌گذاری میشه. بچهای زیادی هستن که ری اینوست میکنن و دارن کلی سود در میارن. با متدهای مختلف میشه که ما در این سایت به صورت ارز دیجیتالی سرمایه‌گذاری کنیم. من خودم قبلا اکانت داشتم که بررسی کردم، سرمایه‌گذاری کردم، برداشت دادم. این اکانت رو تازه ساختم برای آموزش. در این ویدیو کامل بررسی میکنم و یه سرمایه‌گذاری هم انجام خواهم داد، طریقه خرید پلن و پاک کردن پلن رو براتون در این ویدیو نشون خواهم داد. گوش کنید که ویدیو رو بدون اینکه بزنید جلو تماشا کنید. در آخر هر نوع سوال پیشنهادی داشتین میتونید که از قسمت تلگرام با من در تماس بشین. این آیدی تلگرام شخص بنده است، میتونید با من با این آیدی در تماس بشین. و اینم کانال ماست که ما در اینجا سایت‌های سرمایه‌گذاری رو قرار میدیم، بهترین سایت‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌هایی که ما می‌ذاریم در این سایت‌ها، برداشت‌هایی که ما از این سایت‌ها انجام میدیم، همه رو ما به صورت اسکرین شات و ویدیو براتون قرار میدیم. حتما بیایید ما رو در تلگرام تعقیب کنید و عضو بشین در کانال ما. خب عزیزان، ببینید کارکرد شکلی که باید برید رجیستر کنید در این سایت. لینک در قسمت تلگرام براتون میذارم. برید با این قسمت رجیستر یه اکانت بسازید. این قسمت کشوری که مهم نیست، یک کشور انتخاب کنید و این شماره رو پاک کنید، یه شماره خودتون بذارید. کشور ایران هم در اینجا داره، میتونید که مستقیم ایران رو انتخاب کنید. بچه ایمیل واقعی خود رو وارد کنید که فکر کنم براتون کد میاد که با اون کد باید برین ایمیل خود رو وریفای کنید. من قبلا ایمیلی که ساختم ببینید میگه که شما با موافقانه ثبت نام کردید. همچون ایمیل برام اومد. الان میرم وارد اکانت خود میشم. دقت کنید لوگین میکنم با همون یوزرنیم و پسورد، ساین این رو کلید میکنم. هم که ظاهری برامون میاد، اینو میگه الو ناو کو، اوکی اینو الو میکنیم، مشکل نیست. این رفت. الان ببینید ما دو تا اکانت داریم، مین بالانس و اینترست بالانس. سرمایه‌گذاری که ما انجام میدیم، یعنی پولی که ما واریز میکنیم میره تو قسمت مین والت یا مین بالانس، که با این مین بالانس ما میریم پلن رو فعال میکنیم. متوجه شدین؟ یعنی تو دو بخش ما کار رو انجام میده که تو سایتشون نوشته. اینجا که پلتفرم چطوری کار میکنه میگه که اکانت بساز فوند یور والت، یعنی تو این قسمت والت برو موجوده اضاف کن، بعد پلن رو فعال کن، سودی که برات میاد برداشت بزن. خیلی راحت تو 4 مرحله ما میتونیم با این سایت کار خود رو شروع کنیم. اکانت که ساختیم دیگه، الان داشبورد ماست. میریم دپوزیت میکنیم. اینجا برید کلی بخش داره که اینا رو تک تک به زبان ساده براتون توضیح میدم. قسمت داشبورد که اینجا مین بالانس، اینترست بالانس، توتال دپوزیت، توتال ارن،
که از اسمشون پیداست دیگه. ما چقدر تو بالانس خود تو قسمت مین دارید، تو قسمت اینترست دارید، تو قسمت توتال دپوزیت ما چقدر حالا سرمایه وارد کردیم تو این سایت، چقدر سویچ کردیم، چقدر پرند فعال کردیم، چقدر برداشت زدیم، چقدر سود از طرف رفرال ها اومده و چقدر ما پرند فعال داریم، تو پرند ها چقدر سرمایه زدیم. اینا همینجوری براتون یه گزارشی نوشته میکنن. خب عزیزان اینجا ببینید که به صورت تاریخ و به صورت یه چارت هم اینجا یه بخشایی رو براتون اینجا نشون میده. لینک رفرال ما هم از اینجا میتونیم کپی کنیم و به دوستای خود به اشتراک بذاریم. قسمت پلن داره که ما میتونیم پلن‌های سایت رو اینجا ببینیم. 6 تا پلن داره رفقا. ببینید از 0.1% ساعتی شروع تا 0.5% هر ساعت. ببینید بچه‌ها این پلن ها مدت‌هاش 1 ساعته، 2 ساعته، 3 4 5 6. یعنی 6 تا پلن که داره از 1 ساعت شروع تا 6 ساعت شما میتونید که پول خود رو در این سایت بلوکه کنید و این سودها رو ساعتی دریافت کنید. یعنی پلن های این سایت ساعتیه بچه‌ها. میرین شما تو این پلتفرم سرمایه‌گذاری میکنید، 0.1% توی 1 ساعت میگیرید. بعد میتونید از سرمایه با سود برداشت بزنید. متوجه شدین؟ اگر دوست داشتین میتونید برین دوباره روی این پلن سرمایه‌گذاری کنید، یعنی ری اینوست انجام بدین. خب عزیزان این که ببینید حداقل سرمایه‌گذاری $20، پلن دوم $1000 میره 1500، $2000، $3000 و $5000. حالا من میخوام که تو این قسمت پلن پنجم توربو اکسکلوسیو یه $3000 سرمایه‌گذاری کنم که برام 0.4% برای هر ساعت میده که مدت این پلن 5 ساعته است. اینو اگر من ضرب 5 کنم، ببینید ضرب 5 برام 2% میده تو 5 ساعت. یعنی تو 5 ساعت 2% واقعا سود خوبیه. میتونم که یه پول خفنی از این سایت در بیارم. گرچه من خودم یه اکانت دیگه دارم، این اکانت نحوه آموزشی هستش که میخوام براتون کلیت سایت رو براتون توضیح بدم. خب ابتدا کارکرد شکلی که باید ما بریم موجودی خود رو اضافه کنیم. موجودی از قسمت دپوزیت اضافه میکنیم، یعنی بالانس خود رو میبریم بالا. متدهای سرمایه‌گذاری زیادیه. میتونید با تتر TRC20 B20 این USTRC20 USTC20 و یا اینکه با ارز دیگه که میخواید سرمایه‌گذاری کنید ناوپارمنت رو انتخاب کنید. این ناوپارمنت این ارزها رو پشتیبانی میکنه. ببینید اتریوم داره، آدا، لایت کوین، XRP، دوج کوین، ترون، BNB، USDC TRC20، بایننس کوین، TRC USDC TRC20 و بیت کوین. حالا بچه‌ها شما با کدوم متد میخواید سرمایه‌گذاری کنید انتخاب کنید. متدی که اگر اینجا دارین از اینجا انتخاب کنید، اگر ندارین اینو انتخاب کرده از اینجا انتخاب کنید. مال من تتر B20 تو والت خود داشتم. ببینید چقدر دارم. ببینید من با افزونی ترست والت کروم کار میکنم اینجا که تو اکانت خود آرویش $4000 دارم، $3988 دارم. من میخوام که 3500 تا واریز کنم. اینجا ببینید تتر B20 رو انتخاب کردم، اینجا USDT رو انتخاب کردم و می‌نویسم 3500 تا. رفقا این قسمت ببینید هر مقداری که میخواین سرمایه‌گذاری کنید به دلار بنویسین. اگر میخوای شما ترون سرمایه‌گذاری کنی اینجا به صورت دلار بنویسید، مثلا 100 تا. دقت کردین میگه که تو صفحه بعدی این 100 تا شما به ترون تبدیل میشه که $100 که وارد کردین ترون معادلش چقدر میشه. ببینید من میک پایمنت رو کلیک میکنم، میگه که این مقدار 297 ترون رو بین والت ارسال کن. درگاه باز شد. من از اینکه ارسال کردین اتوماتیک تایید میشه. خب الان من کاری نمیکنم، من میرم به صورت تتر B20 سرمایه‌گذاری میکنم. دپوزیت رو کلیک میکنم، B20 رو انتخاب میکنم، بعد 3500 رو تایپ میکنم، میک پایمنت رو کلیک کرده. اینجا برید که برام اینجوری درگاه باز شد. میگه که 3500 تا USDT رو به این آدرس ارسال کن. خب اینو من کپی میکنم، سند رو کلیک میکنم، والت رو قرار میدم. اینجا می‌نویسم 3500 تا. بچه‌ها اینجا هر چی درگاه باز میکنین همون رو ارسال کنید، چون این درگاه مخصوص به همون مقداری که وارد کردین هستش، نه کمتر نه زیادتر. خب این QR کد هم که میتونید اسکن کنید اگر با گوشی سرمایه‌گذاری میکنید، اگر با نمیدونم دیگه هر جور دوست دارید میتونید هم والت کپی کنید هم QR کد اسکن کنید. خب قسمت اینجا این نکست رو کلیک کرده، ازم یه تاییدی میخواد 3500 تا به این آدرس. اوکیه، سعی میکنم که محاسبه بشه. اوکی تاییدش میکنم و بله الان در حالت ارساله.
خب این قسمت از همون یه TX آیدی میخواد، یعنی که اگر شما سرمایه‌گذاری کردین و تایید شده میگه که TX آیدی رو اینجا قرار بده. راحت دیگه، اینجا هش داریم، این هش همون TX آیدیه. یا برید تو اون اکسپلور ترانسفری که انجام دادین، اکسپلور اون انتقالی که انجام دادین، ترانزکشن هش اینه دیگه، اینو کپی کنید بعد برین در سایت اینجا قرار بدین. بچه‌ها این ترانسفرها رو شما از صرافی، از ولت، در تمام بخشا میتونید انجام بدید. اصلا مهم نیست که با کدوم بخش شما میرین ترانسفر رو انجام میدین، فقط کافیه که همین مقدار ارسال کنید و اینجا TX آیدی رو قرار بدین. بعد از این قرار دادین کانفرم ناو رو کلیک کنید. ببینید این 100 تا که در حالت پندینگ، چون من درگاه باز کردم ولی ارسال نکردم، ولی اینکی هم که در حالت پندینگه ارسال کردم، منتظرم که تایید بشه. نمیدونم برام ایمیل میاد، ایمیلی چیزی که برام نیومد تا الان. در سایت برمیگردم، اگر تایید بشه احتمالاً که برام یه ایمیل بیاد. خب عزیزان در حالت پندینگ ما صبر میکنیم که پول برامون بیاد و بعد از اینکه تایید شد و پول رو در قسمت کجا میبینیم؟ اینجا فول هستوری، اینجا که رسید سکسسفولی ببینیم ویدیو رو ادامه خواهید داد. یه لحظه صبر کنیم که اینجا برام تایید بشه اون شبکه. خب عزیزان ببینید که برام همچه ایمیل اومد بعد از 2 دقیقه که میگه ببینید دیپوزیت اپرووید. بله اون پولی که من تو سایت ارسال کردم تایید شده. اینجا این ایمیل رو ببینید 3500 تا به صورت تتر بی 20 که ارسال کردید میگه با موفقانه تایید شده. یه ایمیل دیگه هم اومد که میگه تو اکانت شما رفته، برین اکانت خود رو ببینید. خب من رفرش کردم، اینجا دقت کنید که کامپلیت شده، دقت کنید دوباره رفرش میکنم کامپلیت شده و من 3500 تا تو قسمت مین بالانس دارم. خب دقت کردین ثبت نام کردیم بالانس خودو و موجودی خودو بردیم بالا. الان میتونیم که قسمت اینوست اینجا کلیک کنیم و یکی از این پناه‌ها رو به دلخواه انتخاب کنید. میتونید شما یه 2000 دلاری، یه 1000 دلاری فعال کنید، همه چی به عهده خودتونه بچه‌ها. حالا مال من 3500 تاست، این پلن که با 3000 تا شروع کرد میتونم سرمایه رو واریز کنم. خب اینجا اینوست رو کلیک میکنم و با اون موجودی خود میزنم روی این پلن. من می‌نویسم 3500 تا، اینجا هم که یه توضیح کوچیک میده، میگه که حداقل سرمایه‌گذاری 3000 تاست و اینکه 0.40% هر ساعت میده برای 5 مرتبه، یعنی 5 ساعت. اوکی قسمت اینوست رو کلیک میکنم، تمومه. میگه که پلن has been purchased successfully، پلن رو شما موفقانه خریدین میگه. ما الان میتونیم بریم در قسمت داشبورد، اینجا ببینیم که توتال اینوست ما 3500 دلار شد، اینجا هم که توتال دپوزیت ما 3500 تا. دپوزیت پولی که شما در سایت وارد میکنین، اینوست پلنی که شما خریداری میکنین. متوجه کار شدین؟ و همین ترتیب ما میتونیم بریم در قسمت اینوست هستوری، اینجا ببینیم که ما هر ساعت 14 دلار قرار که برامون بده. تا الان که برامون پولی نیومده، یعنی تازه شروع کردیم. هر ساعت 14 دلاری ها رو میده برامون و ما میتونیم که هر موقع که دوست داشته باشیم برداشت بذاریم، یا بعد از 14 دلار یا اینکه بعد از ختم پلن در کل اون 5 ساعتی که برام میاد اون رو برداشت بذارم. خب حالا من بعد از 5 ساعت برداشت میذارم کلا و دوباره در سایت سرمایه‌گذاری میکنم اون از سرمایه خودم، چون واقعا سایت خوبه و نباید این فرصت رو از دست داد. اینجا دیگه این ادفون همین دپوزیت دیگه، ما میرفتیم سرمایه میذاریم. فون هیستوری رو ببینید، ما رفته بودیم اینجا سرمایه‌گذاری کردیم که میتونید تاریخچه از اون ادفون رو ببینید، ما چقدر فون ارسال کردیم تو این سایت. این قسمت ترانسفر هم که میتونید شما یه مقداری رو به یه شخص دیگه که در این سایت اکانت داره ارسال کنید. طبعا همچون بخشای تو این سایت ها اومده الان که این خیلی خوبه. میتونید به دوست خود هدیه ارسال کنید یا اینکه یه تحفه چیزی به صورت تتر میتونید ارسال کنید که اون هم بتونه برداشت بزنه یا پلن فعال کنه. این ترانزکشن کارهایی که ما در سایت کردیم، ببینید کارهای واقعی. ما 3500 رو به صورت تتر بی 20 سرمایه زدیم و اون رو گذاشتیم روی پلن توربو اکسکیوتیو اگر شما نخونده باشم. خیلی خوب. اما قسمت پی اوت داره که اینجا ما میتونیم برداشت بزنیم. برداشت ساده است بچه‌ها، هر متدی که دوست دارین کلیک کنید و اینجا دپوزیت بالانس رو می‌خواید برداشت بزنید یا اینترست بالانس انتخاب می‌کنین. USDT مقدار وارد می‌کنید، تو صفحه بعدی والت رو می‌ذاری برداشت می‌زنید، تمام. کلی متد برداشتی داره که اینم توی یه ویدیو براتون توضیح میدم. پایوت هستوری داره، تاریخچه برداشت‌های خود رو میتونید ببینید. مای رفال داره که اینجا کسی که با لینک شما ثبت نام کرده باشه میتونید ببینید که
این لینک رفال منه و اینا هم میتونید ببینید که لول 1 شماست، 2 شماست، همه رو اینجا میتونید بررسی کنید. رفرال بونوس داره که اینجا اگر یکی بالا یک شما سرمایه زده باشه میتونید ببینید براتون چقدر بونوس اومده. این بدج هم که لول بندی توی سایت 4 لول داره، ما هنوز لول نداریم، لول 2 میشیم دیگه. نمیدونم این مزیت‌های این لول ها چطوریه، اینا رو بعدا بررسی بکنید. شما اینا رو درگیر نشین، کافیه که فقط کار خودت شروع کنید، همین سود رو بگیرین کافیه برامون. ساپورت تیکت داره که اینجا میتونید یه تیکت در اکانت در این حساب خود باز کنید که اگر مشکل داشته باشین براتون پشتیبانی انجام میدن. قسمت پروفایل ستینگ داره که میتونین اینجا یه تصویر به خود بذارین، در مورد اکانت خودی مشخصات رو آپدیت کنید. یوزرنیم هم میشه تبدیل کرد، ایمیل هم میشه تبدیل کرد، زبون هم که انگلیسی و اسپانیش داره. این آدرس اینا رو مهم نیست، اینا رو شما دست نزنید. پسورد ستینگ داره که میتونید تبدیل کنید پسورد خودو. و قسمت 2FA اینجا میتونید که امنیت اکانت خود ببرین بالا. خب اینجا اگر من این انبر رو کلیک کنم، کد رو اینجا وارد کنم، کد اون گوگل آتنتیکیتور فعال میشه توی FA، یعنی اون دو مرحله‌ای که اکانتم امنیتش میره بالا دیگه. اینا رو دیگه خودتون میدونید بچه‌ها. حالا من برای این افرادی که تازه کار هستن و نمیدونن توضیح دادم. خب بچه‌ها الان که ما در ماه سپتامبر هستیم، ویدیویی که براتون الان درست میکنم تاریخ 29 سپتامبر هستش که شما این ویدیو رو تماشا میکنید. ببینید 29 سپتامبر معادل به 7 مهر این ویدیو رو الان شما تماشا میکنید. با سایت هایی که کار میکنیم هر روزه اسپات برداشت ها رو در تلگرام میذاریم. یه سایت دیگه که قرار فردا بهش ویدیو درست کنم دلتا افلیت هستش که اینم واقعا عالیه، یه سایت خفن در بخش فارکس هستش که توی این سایت هم من کار میکنم. پناههای 3 روزه 4 روزه داره که ارزش داره توی این سایت هم کار کرد. با مزه که برداشت بزنم من تو تلگرام قرار میدم اسپات برداشت ها رو گوش کنید که ما رو تعقیب کنید و از پست های آینده ما استفاده کنید و از دست ندین. دیگه وقتی نداره رفقا، ویدیو رو تمام میکنم. باز هم میگم هر نوع سوال پیش نداشتین هم در قسمت تلگرام با این آیدی، هم اگر در یوتیوب میبینید در قسمت کامنت ها میتونید درج کنید. حتما بیایید در این آیدی ما رو تعقیب کنید. تا ویدیو بعد خداییان نگهدارتون، موفق و همیشه پرسید باشید.